خدمت همه حضار گرامی. ما در سلسله وبینارهایی که برگزار می‌کنیم در 7مین وبیناری که در خدمت شما هستیم به بررسی فناوری‌های خودروهای برقی خواهیم پرداخت. از اونجایی که خب به هر حال سیر تکامل وسایل حمل و نقل عمومی با پیشرفتی که در تکنولوژی اتفاق افتاده و مشکلات زیست محیطی که همکنون ما انسان‌ها به قول معروف در اون نقش داریم، استفاده کردن از وسایل حمل و نقل برقی و خودروهای برقی میتونیم بگیم که گسترش فوق‌العاده‌ای داشته و بیش از پیش ما میبینیم که غول‌های خودروسازی سنتی و خودروسازی هایی که موتورهای احتراق داخلی رو تولید میکنن با توجه به اینکه چالش هایی رو هم مواجه هست بحث خودروهای برقی دارن به سمت جایگزین کردن خودروهای پرآلاینده میشن و خودروهای برقی در حال توسعه چشمگیر هست. خب ما در این وبینار در خدمت آقای دکتر مهدوی هستیم، مدیر گروه توسعه زنجیره قوای محرکه برقی در شرکت جدکو و در اصطلاح یک دورنمایی رو قرار هستش که ایشون از صنعت خودروی برقی برای ما ترسیم کنند، فناوری‌های نوینی که در زنجیره انتقال قدرت قرار داره بررسی خواهد شد، ریسک هایی که احیانا این توسعه تکنولوژی به همراه خواهد داشت و همینطور برخی از باورهای غلط که احیانا در این زمینه وجود داره جزء سرفصل‌ها و موضوعاتی هستش که انشالله در این سمینار به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. خب من خیلی اطاله کلام نکنم، در خدمت آقای دکتر مهدوی باشیم. اگر که ایشون صدای من رو دارن آقای دکتر. بله سلام علیکم. تقاضا میکنم اگر که صدای من رو دارید و حالا اگر محبت کنید بسیار پرزنتیشن شما رو هم ببینیم. بسیار عالی. آقای دکتر مهدوی در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. سلامت باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. همونطوری که آقای دکتر جندقی فرمودن با موضوع مسیر خودروی سبز برای آسمان آبی در خدمتتون هستیم. توی این در واقع وبینار من سعی میکنم یه دور تعریف بکنم در واقع اساساً خودروهای برقی رو، نیو انرژی ویهیکل ها رو، دسته‌بندی هاشون رو در واقع یه دور مرور بکنم. فکر میکنم مفیده از این جنبه که یه مقدار حد و مرزهای این دسته‌بندی ها و کاتگوری هایی که در واقع روی خودروهای برقی هست رو با هم دیگه آشنا بشیم. بعد در ارتباط با زنجیره قوای محرکه برقی مشخصا صحبت میکنم یه بخشی رو و تکنولوژی هایی که اونجا داره استفاده میشه، از جنس این که هم با تکنولوژی هاش آشنا بشیم هم تفاوت هاش رو با اون ادوات و تکنولوژی هایی که توی خودروهای متداول بنزینیمون داره استفاده میشه این مقدار مرور بکنیم. توی همون بخش ها در واقع سطوح تکنولوژی رو سعی میکنم مطرح بکنم که آیا در چه حدی این سطوح تکنولوژی قیاسی من با قیاس با خودروهای بنزینی سطح پیشرفتگی، سطح در واقع پیچیدگی که در واقع اون تکنولوژی رسیدن چقدر در واقع پیچیده خواهد بود و یا نه سهل خواهد بود. در ادامه ترند در واقع رفتار خودروهای این نیو انرژی خودروها رو در واقع بررسی می‌کنیم توی خودروسازهای مختلف توی مارکت دنیا و بعضی نکات رو توی همون بخش در واقع با هم دیگه مرور می‌کنیم. بعضی احیانا حالا دیدگاه هایی که در ارتباط با این خودروهای جدید هست، بعضی چالش هایی که مطرح میشه، بعضی‌ها شاید به تعبیر آقای دکتر جندقی باور غلطی باشه و بعضیش واقعا چالش هایی است که باید دقت بشه توی برنامه‌ریزی. اگر یه خودروساز میخواد به سمتش بره و یا اگر کشور میخواد به اون سمت حرکت بکنه باید این چالش ها رو در واقع در نظر بگیره و با توجه به اونها حرکت بکنه.
سرفصل‌های کلی همین مباحثی که در واقع عرض کردم توی 3 تا صفحه هست در واقع خدمتتون عرض می‌کنم، اما توی هر بخش سعی می‌کنم یه مقداری از اون مباحث حالا سوالاتی که مطرح هست و توی جای مختلف هست رو مرور بکنیم و با هم دیگه بررسی بکنیم. یه مفهومی واقعیتش توی ادبیات فعلی در واقع دنیا توی خودروسازی مطرحه، حالا واژگان متعددی هم داره، تحت عنوان نیو انرژی ویهیکل میگن، زیرو ایمیشن درایوینگ میگن، گرین انرژی ویهیکل میگن، گرین انرژی در واقع اپروچ میگن. اینا ادبیات های مختلفی توی در واقع جاهای مختلف در واقع استفاده میشه. هیبریدیزیون در واقع مثلا میگن. اینها تقریبا همشون به یک کاتگوری در واقع ختم میشه. این کاتگوری حالا من 5 تاش رو اینجا در واقع آوردم، اما واقعا منحصر در این 5 تا هم نیست، حقیقتا منحصر در این 5 تا هم نیست و الزاما نمیشه گفت که این 5 تا یه چیز در واقع همه صاحب نظران و همه در واقع کسایی که دارن این حوزه بازی میکنن این 5 تا دسته‌بندی رو در واقع تعریف میکنن، چون حد و مرزها و در واقع خطوطی که بینشون کشیده میشه الزاما خیلی خطوط شفافی هم نیست. اما تقریبا مسیر در واقع این نیو انرژی ویهیکل ها منطقش از اون سمت در واقع توی ذهن حالا خودروسازان یا اونهایی که دارن استراتژی میچینن برای استفاده و در واقع بهره بری از این خودروها، مصرف در واقع میشه گفت که استفاده سبز از انرژی و این منحصر در خودرو هم نیست. از استحصال در واقع انرژی آغاز میشه و تا چرخه آخرش انتهاش استفاده نهایی کاربر از اون انرژی که مشخصا تو حوزه حمل و نقل میشه خودرو. یعنی حالا ادبیات های مختلفی هم میگن ول تو ویل، در واقع ادبیاتی توی بحث‌های استراتژی مطرح میشه که ما اگر میخوایم در واقع تو حوزه گرین انرژی صحبت بکنیم باید استحصال در واقع انرژیمون هم سبز باشه، گرین باشه، تا انتقال و تا مصرفمون، یعنی کل این زنجیره باید در واقع گرین انرژی باشه. یعنی این مفهوم یه مفهوم خیلی بزرگیه. فقط تو دنیا الان صرفا به معنای انرژی در واقع مثلا که خودروی برقی استفاده بکنیم یا خودروی هیبرید استفاده بکنیم معمولا زیاد صحبت نمی‌کنن. تحت عنوان یه گرین انرژی اپروچ صحبت می‌کنن، نیو انرژی مثلا در واقع نیو انرژی ویهیکل ها صحبت می‌کنن. یعنی یه مقدار سطح بحث رو اصلا متفاوت از اون بحثایی که بعضی اوقات شاید تو ذهن‌های ما در واقع درگیر میشه مطرح می‌کنه. خدا علل حساب تقریبا میشه گفت که به این مسیری که دارن میرن به این سمتی که ما میتونیم تقریبا 5 تا دسته‌بندی بکنیم. یک نوع خودروهای هیبریدی هستند که ما مایکرو هایبرید بهشون میگیم. حالا من تو اسلاید بعدی هر کدوم رو توضیح میدم. مایلد هایبرید، فول هایبرید، پلاگین هایبرید و در نهایت فول الکتریک در واقع ویهیکل یا باتری الکتریک ویهیکل. ترند کلی هم اینه که ما توی در واقع از 1 تا 5 که داریم حرکت میکنیم سهم استفاده از قوای محرکه برقی که میتونه به عنوان قوای محرکه در واقع سبز در واقع ازش اسم برده بشه، سهم مشارکت قوای محرکه برقی در درایو خودرو، در حرکت خودرو افزایش پیدا میکنه. یعنی ما توی خودروهای مایکرو هایبرید سهم کمتری داریم، پله 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 توی خودروهای در واقع فول ایوی، فول الکتریک صرفاً قوای محرکه الکتریکی در واقع داره در حرکت خودرو، در رانش خودرو مشارکت میکنه و این مسیر در واقع داره طی میشه به لحاظ اینکه این دسته‌بندی رو در واقع مطرح میکنن. توی خودروهای مایکرو هایبرید ما تقریبا ساختار انجین بی تغییر خاصی نمیکنه، فقط ما یک موتور استارتر جنراتور در واقع به سیستم اضافه میشه و این کارش اینه که توی زمان استارت استاپ خودرو موتور احتراقی از رانینگ خارج میشه، یعنی موتور احتراقی در واقع خاموش میشه
این تو مصرف انرژی کمک میکنه. خب یعنی ما توی فرض بکنیم توی سیکل های رانندگی که در شهرها داریم توی ترافیک در واقع قرار میگیریم، خب برای اینکه اکسسوری خودرو در دسترس باشه، داره خودروی در واقع موتور احتراقی توی شرایط آیدل خودش کار میکنه. یه گام اولیه برای اینکه این اندکی مصرف انرژی رو بیاریم پایین اینه که من توی حداقل شرایطی که نمیخوام حرکت بکنم موتور احتراقیم کار نکنه و از یک موتور الکتریکی استفاده بکنم که بتونم اکسسوری ها رو با اون در واقع کار بکنم. مثلا در واقع تمام خودرو فرض بکنید بخش الکترونیکیش و سایر بخشاش در واقع آنه، میتونید در واقع ازش استفاده بکنید. این استارتر جنراتور میتونه بلافاصله وقتی شما پا رو گاز میذارید که مثلا حرکت بکنید، بلافاصله خودروتون رو آماده حرکت میکنه، یعنی استارت میزنه سیستم قوای محرکه احتراقیتون رو و موتور احتراقی میاد توی مدار. توی در واقع در سطح میشه گفت پیپرها و داکیومنت هایی که در واقع مطرح میشه، میزان صرفه جویی انرژی که اتفاق میفته یا در واقع میزان کاهش آلایندگی خودرو به لحاظ تولید CO2 بین 5 تا 10% گزارش میشه. واقعیتش هم رسیدن به اون 10% خیلی خیلی سخته، یعنی خودروسازهای خیلی محدودی واقعا ادعا میکنن که ما به اون در واقع مثلا 5% و اینها هم حتی رسیدیم. اما سطح تغییرات رو میگم توی خودرو سطح تغییرات بالایی اساسا نیست. ما یه باتری، همون باتری 12 ولت رو داریم استفاده میکنیم و عملا یه موتور الکتریکی شاید با حدود توان 2 تا 3 کیلووات داریم در واقع استفاده میکنیم که بتونه استارت بزنه، بتونه در واقع خودرو رو و اکسسوری‌ها رو در واقع استفاده بکنه. این موتور الکتریکی اصلا توی درایو خودرو هیچ نقشی نداره، یعنی نمیتونه اساسا درایو بکنه خودرو، فقط کمک میکنه که خودروی احتراقی اون موتور احتراقیش در واقع کار بکنه. خودروسازی مختلفی این کار رو توی خودروهاشون به شکل متداول از سالهای بسیار بسیار قبل استفاده کردن، هنوزم استفاده میکنن. از خودروسازی مطرحی مثل فولکس واگن و BMW و غیره تویوتا و اینها کاملا یک سطح انرژی شناخته شده، سطح در واقع هیبریداسیون شناخته شده. میگم شاید بالای 20 ساله که توی خودروسازی، بیش از 20 ساله که توی خودروسازی مختلف استفاده میشه و توی ورژن‌های مختلفشون بهره گرفته. سطح بعدی که در واقع از این نوع خودروهای هیبریدی میشه ازشون اسم برد، این که بهش میگن مایل هایبرید. تفاوت این در واقع مایل هایبرید اینه که دیگه توان موتور الکتریکی که ما اینجا گذاشتیم که نقش استارتر جنراتور رو هم داره بالاتره، یعنی چیزی در حدود شاید 15 کیلووات 10 کیلووات در واقع توان موتورشه که میتونه در واقع توی خودرو نصب بشه. خب اینجا دیگه ما باتری که میذاریم دیگه باتری 12 ولت نیست، معمولا ظرفیت باتری ها، ولتاژ باتری ها، سطح ولتاژ باتری ها سطح ولتاژ بالاتریه. محدوده خیلی در واقع بسته‌ای برای این محدوده ولتاژ باتری نمیشه زیاد تعریف کرد. بعضی از خودروسازها توی محدوده 48 ولت کار میکنن، حتی هستن خودروسازهایی که تا سطح 160 ولت هم در واقع توی پک باتری این نوع از خودروها استفاده کردن. میزان مصرف سوختی که در واقع کاهش پیدا میکنه اینجا دیگه 10 تا 20-25% در واقع کاهش مصرف سوخت رو گزارش میکنن که باز هم رسیدن به اون 25% و اینها واقعا سخت هستش. تمام قابلیت های خودروهای مایکرو هایبرید رو خودروهای مایل دارن، با این تفاوت که خودروی مایل توی حرکت خودرو توی مرحله استارت میتونه کمک بکنه به خودرو، یعنی به خاطر توان بالاتری که داره میتونه توی درایو کمک بکنه به خودرو. اما خب سطح تغییرات بیشتری هم داره، یعنی ما چون یه پک باتری اونجا گذاشتیم، ولتاژ بالاتری داره، یه ظرفیت در واقع بیشتری داره نسبت به اصلا چیز مایل که گذاشته بودیم اونجا. خود باتری عادی خود اونجا داشتیم استفاده می‌کردیم، اینجا
در واقع یه کانورتری لازم داریم علاوه بر باتری 12 ولت، یه باتری 48 ولت و یا بیشتر استفاده باید بکنیم. استارتر جنراتور رو داریم و به خاطر اینکه در واقع توان موتوری که اونجا گذاشتیم بالاتره، میتونه توی استارت خودرو و تو مرحله ابتدایی خودرو به درایو کمک بکنه، به درایوینگ خودرو کمک بکنه. مثل حالت قبلی باز هم تو حالت در واقع ترمز بازیاب یا ریجنراتیو بریکینگ میتونه باتری شارژ بشه. این قابلیت ها خب یه سری قطعات بیشتری رو در واقع توی خودرو جانمایی بکنیم. این سولوشن هم سولوشنیه که باز از چندین سال قبل تو خودروسازهای مختلف در واقع ازش استفاده میکنن. یک سطح بالاتر از خودروهای مایل در واقع خودروهای مایکرو تعریف میشه و سطح تغییراتش هم بیشتر. میزان مصرف در واقع میزان کاهش مصرف سوختش هم عرض کردم تا 25% در واقع گزارش میشه، اما خب رسیدن به 25% واقعا تو واقعیت مقداری دیگه تیونینگ خاص میخواد و طراحی های خاص‌تری میخواد. نوع دیگه ای از در واقع خودروهای هایبرید اگر بخوایم اسم ببریم که بهش میگن خودروهای فول هایبرید. خودروهای فول هایبرید سطح انرژی که توی پک باتری در واقع ذخیره میشه، یعنی پک باتری اینها نسبت به خودروهای مایکرو مایل بیشتره، ولتاژ اینها هم بیشتره، یعنی هم ظرفیت انرژی بالاتره و هم تو ولتاژهای بالاتری کار میکنه. و این خودروهایی هستن که شارژ هم نمیشن، یعنی پلاگین نیستن به تعبیر در بالا تو این ادبیات. خودروهای هیبرید خودروهایی هستن که اساساً پلاگ شارژی برای شارژ شدن ندارن. ظرفیت پک باتریشون ظرفیت پک باتری محدودی نسبت به خودروهای پلاگین هیبرید و فول ایوی که حالا توی بعدش صحبت میکنیم. ظرفیت باتری اینها حدوداً یه ظرفیت بسته به طراحی خودروساز از 1.2-1.3 کیلووات ساعت هست تا حدوداً 2.5-3 کیلووات ساعت. بیشتر از اون معمولا نیست. یعنی مثلا ما خودروی فول هایبرید مثلا 6 کیلووات ساعت و اینها واقعیتش نداریم، چون هم ابعادش بزرگ میشه و هم اساسا دیگه تقریبا بهش گفت که نیاز به شارژ داره. تمام فانکشن های خودروهای مایکرو مایل رو داره این نوع از خودرو، با این تفاوت که توی این نوع از خودروها دیگه ما به تعبیر حالا این توی واژگانی که توی این حوزه استفاده میشه میتونیم زیرو امیژن درایوینگ داشته باشیم، به این معنا که میشه خود اصلا موتور احتراقی کار نکنه و صرفاً با موتور الکتریکی و باتریش خودرو درایو بکنه. قاعدتاً به خاطر ظرفیت پک باتری محدود و اون مشخصاتی که در واقع این باتری داره، میزان درایوش، میزان این حرکتی که میتونه با این حالت به تعبیر زیرو امیژن در واقع حرکت بکنه خیلی محدود. یعنی ما مثلا نمیتونیم درایو فرض بکنیم مثلا 50 کیلومتر 100 کیلومتر توی این حالت بریم. این خودروها معمولا برای خودروهای میزان مصرف انرژی توی سیکل‌های شهری به شکل قابل توجهی کاهش میدن، چون توی سیکل‌های شهری ما مدام در حال ترمز گرفتن، در حال در واقع شتاب گرفتن هستیم و چون این خودروها میتونن توی ترمز گرفتن سیستم ریجنراتیوش وارد عمل بشه و باتری شارژ بشه و اینها توی مصرف انرژی کمک میکنه. توی در واقع تکس ها و توی پیپر ها خودروسازا بین 30 تا 50% کاهش مصرف سوخت رو توی سیکل های شهری گزارش میکنه. یعنی ما توی فرض بکنیم سیکل شهری مثلا NEDC به عنوان سیکل استاندارد چیز در حدودش 50% 30 الی عرض کردم 50% کاهش مصرف سوخت رو در واقع مطرح میکنن. این نوع از خودروها خودشون میتونن احتمالاً همه دوستان شنیدن تحت عنوان مثلا ارنجمنت خودروی در واقع هیبرید فلان خودروساز مثلا خودروی سری هیبریده،
سری هیبرید، پارالل هیبرید یا سری پارالل، سری و موازی و در واقع سری موازی. این ارنجمنت قوای محرکت به این معنا که مثلا توی حالت سری توی در واقع فول هیبریدها میشه این کار رو کرد که فقط قوای محرکه برقی یا قوای محرکه در واقع احتراقی توی درایوینگ عمل بکنه و اون یکی کار دیگه رو انجام بده. اگر قوای محرکه الکتریکی عمل بکنه که اصلا به این نوع از خودروها میشه گفت خودروهای رنج اکستندر که معمولا توی پلاگین هیبرید ها رنج اکستندر رو در واقع استفاده میکنه. حالا من اونجا توضیح بیشتر میدم. پارالل یا سری موازی به این معناه که من گیربکسی خواهم داشت که میتونه دو تا ورودی داشته باشه، یعنی هم از موتور احتراقی و هم از موتور الکتریکی ورودی بگیره و خروجی دیفرانسیل رو میتونه در واقع از با توجه به این دو تا ورودی تیون در واقع استفاده بکنه از اون خروجی. این بسته به شرایط رانندگی، بسته به میزان در واقع توانی که خروجی که شما سر چرخ لازم داری، میزان گشت و که لازم داری، محاسباتی توی سطح خودرو اتفاق میفته، توی VCU خودرو، توی ECU در واقع موتور، توی TCU گیربکس که این میزان گشت و توان رو در واقع تقسیم میکنه توی اون سورس تأمین کننده توان گشت و که موتور الکتریکی و موتور احتراقی هست و با تقسیم کردن اونها خروجی رو میگیره. توی سیستم های سری موازی در واقع این کارها اتفاق میفته. یکی از معروف ترینشون خب شاید پرفروشترین، شاید که توی سالهای متعدد خودروی پریوس پرفروشترین خودروی هیبرید دنیا بود که معروف ترین خودروی در واقع شناخته شده تو کشور ما هم هست به عنوان سری موازی فول هیبرید استفاده میشه. ورژن‌های مختلفی البته حالا پریوس داره، مثلا از 1.3 1.6 کیلووات ساعت باتری داره و حالا پلاگین هم حتی داره. حالا فکر می‌کنم تو مارکت ما پلاگینش وجود نداشته باشه. اما این خودروهایی هستن که عرض کردم تمام قابلیت‌های خودروهای مایل و مایکرو رو دارن، اما و علاوه بر اونها میتونن درایو هم بکنن توی محدوده خیلی از بکنن چند کیلومتری، میتونن با پک باتری محدود خودشون درایو کامل به شکل الکتریک و در واقع زیرو امیژن درایو بکنن. توی حالا من تو همین بحثی که دارم اینها رو کاتگوری‌ها رو در واقع مطرح میکنم، فکر کنم همینجا مناسبه که یه کوتاه درباره قطعاتی که توی اینها میاد و سطح تکنولوژی هاشون هم یه بحثی بکنم. من تو ادامه صرفا در ارتباط با خودروهای تمام الکتریک در واقع تمرکز میکنم، به دیتیل صحبت میکنم، اما همینجا روی قطعاتی که اینجا هست در واقع صحبتی میکنم و بعد بریم توی مسائل بعد. نکن این مسیری که من تو اون کاتگوری عرض کردم که ما مایکرو هایبرید داریم، مایل هایبرید داریم، فول هایبرید داریم، پلاگین داریم و بعد در واقع برقی داریم، این مسیر میزان استفاده از قوای محرکه برقی و میزان استفاده از قوای محرکی که میتونه گیرینگ باشه توی درایوینگ خودروه. الزاماً به این معنا نیست که واقعاً مسیر تکنولوژی باید از همین مسیر استپ بای استپ، یعنی گام به گام همین مسیر در واقع طی بشه. از چه منظری؟ از این منظر که مثلا توی همین خودروهای همین الان اسلایدی که داریم می‌بینیم فول هایبرید، سطح تکنولوژی که توی این خودروها داره استفاده میشه که همین الان هم تولید دارن خودروسازای متعددی توی ژاپن، توی چین، توی آمریکا این نوع از خودروها رو تولید میکنن، یعنی از بسکت دنیا کاملا موجوده توی سبد محصولات در واقع خودروسازای مختلف. سطح تکنولوژی قطعات این نوع از خودروها واقعا سطح تکنولوژی بسیار بالاییه. یعنی شما مثال در ارتباط با گیربکسش در واقع یه مقدار تمرکز بکنیم، این گیربکس باید توانایی این رو داشته باشه که از دو تا منبع انرژی ورودی بگیره، هم از موتور الکتریکی هم از در واقع موتور احتراقی، و بتونه اون TCUی که اونجا نشسته که داره در واقع
سیستم گیربکس رو در کنترل میکنه، در کنار VCU خودرو، ویکل کنترل یونیت خودرو، در کنار ECU موتور که الکتریک کنترل یونیت در واقع موتور احتراقیه، بتونه تصمیم بگیره که چه بخشی از انرژی رو الان باید از موتور احتراقی بگیره، چه بخشی از انرژی رو از موتور الکتریکی بگیره و اینها رو در واقع میکس بکنه و بده به عنوان خروجی. این فانکشن و این عملکرد واقعا پیچیده‌ایه، هم به لحاظ فانکشنی هم به لحاظ ساختار فیزیکالی ساختش، یعنی یه سطح تکنولوژی پیشرفته‌ای رو داره. بخوایم مثلا یه کامپوننت دیگه ایش رو در واقع مرور بکنیم، مثلا پک باتری که توی این نوع از خودروها استفاده میشه، از یک سلول، چون ما عرض کردم مثلا یه پک باتری حدوداً 2 کیلووات ساعتی داریم، 3 کیلووات ساعتی نهایتاً مثلا داریم استفاده میکنیم و این باید توی مواقعی از در واقع شرایط رانندگی، مثلا تو شرایط میخوایم شتاب سنگین بگیریم، میخوایم فرض بکنیم میخوایم یه سبقت توی از یه خودرو بگیریم که نیاز به توان بالایی داره، این پک باتری باید بتونه قابلیت دشارژ شدن، یعنی تأمین انرژی برای اون توان بالا رو واقعا داشته باشه. لذا به این معناست که ما سلولی که توی این خودروها استفاده میکنیم سلول‌های با ظرفیت انرژی بسیار بالا و سیریت‌های بالا، یعنی ظرفیت تخشارژ و دشارژهای بالا ناگهانی هستن. همچنین چون مداوم در حال شارژ و دشارژ هستن، به شکل مداوم و مکرر در حال شارژ و دشارژ هستن، باید عمرهای بالایی هم داشته باشن، یعنی متفاوتن سطح تکنولوژی این نوع از سلول‌های باتری با سلول‌های باتری که فرض بکنیم توی خودروهای، حالا توی اسلاید بعدی درباره پلاگین صحبت می‌کنیم، مثلا با خودروهای پلاگین هیبرید فرق می‌کنن، با خودروهای تمام برقی کاملا فرق می‌کنن. این سلول‌ها سلول‌های خاص‌تر و گران‌تری هستند و به تبعش کل خودرو یه سطح تکنولوژی پیچیدگی بیشتری رو داره. خیلی ساده هم بخوایم نگاه بکنیم، شما 2 تا منبع در واقع تأمین انرژی داشته باشیم، مثل همزمان منبع تأمین انرژی الکتریکی داشته باشیم و همزمان موتور احتراقی داشته باشیم، خب کامپتیبیلیتی اینها، سازگاری اینها، رسیدن به این که از کدوم در چه مواقعی استفاده بکنن، واقعا یه مقداری باید سناریوهای بسیار بسیار متعددی و فانکشن‌های متعددی رو در واقع داشته باشی که بتونی به اون اهداف استفاده که مد نظر بود که کاهش مصرف سوخت بود برسی. هدف از اضافه کردن قوای محرک الکتریکی توی این خودروها بهبود پرفورمنس نیست از نگاه خودروساز، حتما به بهبود پرفورمنس نگاه داره، این که مثلا شتاب بهتری بده، سرعت بالاتری رو مثلا بگیره و مثلا در واقع کاربر احساس کنه خودروی جدیدتر با شتاب بالاتر با توان بالاتر گرفته. اما فلسفه پشتش از توسعه این خودروها از فلسفه اصلیش کاهش مصرف سوخت، یعنی کاهش تولید CO2 بوده و لذا مثلا کامپتیبیلیتی و در واقع چیزا اهمیت بالایی داره اینجا که بتونی این دوتا رو با هم دیگه تو یک شرایط بسیار بسیار بهینه قرار بدی که مصرف سوختت بیاد پایین. لذا تکنولوژی ساده ای نیست واقعیتش. مثلا تو این نوع از خودرو سطح بعدی از خودروها که به عنوان پلاگین هایبرید ها شناخته میشن، تمام فانکشن های توی در واقع خودروهای فول هایبرید رو دارن، با این تفاوت، صرفاً با این تفاوت که ظرفیت پک باتری اینها بیشتره. یعنی مثلا اونجا 2 کیلووات ساعت باتری گذاشته میشد، اینجا 8 کیلووات ساعت، 10 کیلووات ساعت و بلکه بیشتر، یعنی تا توی خودروهای نسل جدید که تا 40 کیلووات ساعت هم توی خودروهای هیبرید جانمایی شده، یعنی 40-45 کیلووات ساعت باتری جانمایی شده توی خودرو
که حالا جهت مثلا اطلاعاتون فرض بکنید بسته به پلتفرم خودرو و وزن خودرو اینها خیلی بستگی داره. اما حالا من باب رافلی من فقط یه استیمیت میخوام بهتون بدم، مثلا میگم عدد دقیق نیست چون به خیلی عوامل بستگی داره، وزن خودرو، شرایط دینامیکی خودرو، ضریب درگ خودرو و اما حالا فقط برای اینکه حدود مثلا یه چیزایی مثلا تقریب ذهن بکنیم، مثلا یه خودرویی که 40 کیلووات ساعت مثلا باتری داره راحت میتونه بالای 300 کیلومتر پیمایش داشته باشه، فقط با باتریش مثلا میتونه 300 کیلومتر مثلا بره. هدف اصلی از این خودروهای در واقع PHEV اینه که خودروساز بتونه یه خودروی رو در اختیار کاربر بذاره که این کاربر توی سیکل های رانندگی شهریش، یعنی فرض بکنید در خونهش میخواد بیاد سر کار و بعد برگرده خونه، توی شهر داره درایو میکنه، بعدش هم برمیگرده خونه، مثلا فرض بکنید روزانه میخواد مثلا 70 کیلومتر، 50 کیلومتر، مثلا 80 کیلومتر، 100 کیلومتر مثلا بسته به شهرها و اینها مثلا بره و بیا، توی این مسیری که داره میره و میاد تقریبا بخش اعظمی از چیزش رو، مصرفش رو از صرفاً سیستم قوای محرکه الکتریکیش بگیره. هدف توی خودروهای پلاگین هیبرید این چنین تعریف میشه. و اگر خواستم فرض بکنید مثلا من مسافت طولانی رو برم، خواستم مسافرت بکنم 600 کیلومتر برم، 1000 کیلومتر برم و اینها، اون موقع قوای محرکه احتراقی هم ورود خواهد کرد و توی شرایطی در واقع بسته به توان و مثلا گشتاوری که لازم داره، مثل خودروهای فول هیبرید که من توضیح دادم، اون در واقع چیز اتفاق میفته. باز هم ارنجمنتی که اینجا اتفاق میفته این هم میشه خود پلاگین هیبرید ها هم باز هم به نوع سری موازی و سری موازی تقسیم میشه که بازم میگم ما توی این خودروهای پلاگین هیبرید اگر نحوه اتصال قطعات در واقع قوای محرکه رو به این چنین بذاریم که فقط قوای محرکه الکتریکی درایو بکنه، یعنی موتور الکتریکی ما عملا متصل به گیربکس ما و دیفرانسیل ما باشه و به چرخ متصل باشه و قوای محرکه احتراقی صرفاً برای شارژ کردن باتری و تأمین توان مازادی که ما در واقع لازم داریم برای اون موتور الکتریکی استفاده بشه، بخواد بهش در واقع انرژی رو بهش بده و اینها. این ساختار رو اگر بذاریم، به این ساختارها میگن ساختارهای رنج اکستندر EV، یعنی ما ذیل خودروهای EV، ذیل خودروهای تمام برقی یه دسته ای از خودروها هستن که حالا اکستندد رنج EV بهش میدن، رنج اکستندر مثلا EV بهش حالا متفاوته، EREV بعضیا میگن یا بعضیا REEV بهش میگن و اینها. اینه که ما فرض بکنید یه پک باتری مثلا 15 کیلووات ساعت، 20 کیلووات ساعت، 30 کیلووات ساعت داریم، یه موتور احتراقی داریم که وظیفه موتور احتراقی صرفاً شارژ کردن این موتور در واقع برقیه و اصلا این موتور احتراقی وصل نیست به سیستم درایوینگ خودرو، یعنی به گیربکس متصل نیست که بخواد خودرو رو درایو بکنه، فقط شارژ باتری رو انجام میده و توان ما که بتونه توان مورد نیاز موتور الکتریکی رو تامین میکنه و موتور الکتریکی داره اصلا کلا درایو میکنه. به این نوع از خودروها که در واقع ارنجمنت سری در واقع پلاگین هستن بهشون میگن رنج اکستندر و طبق حالا استاندارد SAE زیر مجموعه خودروهای EV هم اون ساختار در واقع ارنجمنتی که دارن. این از این جهت گفتم که ما توی خودروهای PHEV هم همچنان مثل خودروهای فول هیبرید میتونه درایومون به شکل سری باشه، میتونه موازی باشه، میتونه سری موازی باشه، یعنی بسته به شرایط در واقع اون گیربکسی که ما انتخاب کردیم و ارنجمنتی که ما انتخاب کردیم میتونه به کاتگوری‌های مختلفی باشه. ادامه این زنجیره، حالا من اینجا هم خوبه مثلا چون تکنولوژی مثلا HEV رو مقایسه کردم، اینجا هم بگم توی این نوع از خودروها چون دیگه ظرفیت پک باتری از یه حدی رفته بالا، مثلا عرض کردم 10 20 15 مثلا 30 کیلووات ساعت داره باتری گذاشته میشه، به خاطر ظرفیت بالاتر پک باتری
سلول هایی که توی این نوع از خودروها استفاده میشن دیگه اون حساسیت های شدیدی که توی در خودروهای فول هیبرید بود رو ندارن. یعنی دیگه سیریت های این باتری ها سیریت های پایین تریه برای شارژ و دشارژ. یعنی مثلا فرض بکنید در شرایط دشارژ یعنی باید در واقع ازشون توان گرفته بشه و خودو درایو بکنه. شارژ هم زمان ریجنراتیو دیگه، یعنی وقتی بریکینگ داره اتفاق میفته، ترمزگیری داره اتفاق میفته، این خودروها شارژ میشن. وقتی ظرفیت پک باتری زیاده من میتونم با نرخ پایینتری در واقع سلولم رو تولید بکنم و در واقع این سلول میتونه شارژ بشه. اینها سلول رو خیلی ارزون تر میکنن. یعنی فرض بکنید شاید یه سلول، اعداد رو نمیشه خیلی واقعا دقیق هم گفت و اینها، مثلا شما هر سلول از نوع فول هایبرید شما شاید قیمتی 2 برابر مثلا حدوداً از نوع سلول هایی باشه که توی این خودروهای پلاگین استفاده میکنن به خاطر شرایط خاصی که دارن، تکنولوژی خاصی که دارن. این تفاوت ها واقعیتش وجود داره. اما باز هم توی این خودرو عرض کردم وقتی مثال شما میخواد ساختار سری موازی رو توی این نوع از خودروها استفاده بکنیم، باز اون گیربکسش همون گیربکسیه که توی خودرو فول هیبرید بوده، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. ساختار سری موازی رو داره، 2 تا در واقع ورودی داره، مثلا خروجی رو باید خودش در واقع تعیین بکنه اونها. یعنی اون گیربکس پیچیده، اون فانکشن پیچیده‌ای که وجود داره همچنان واقعا وجود داره. این مقدار میگم این سطح از تکنولوژی سطح تکنولوژی بالاییه دیگه. حالا به تعبیر یکی از اساتید که دانشگاه تهران یه بار ما جلسه باش داشتیم، یه تعبیری داشت، نمیخوام مثلا کامل دفاع بکنم مثلا بگم درسته، اما برام جالب بود. یه تعریف جالبی میگفت که آقای مهدوی این خودروهای هیبرید فقط از ذهن آدم‌های مثلا که تو ژاپن اینقدر کلاس بندی شده در واقع چیزاشون درست میکنن و مثلا ساعتوار یه چیزی رو در واقع میسازن، از اونها برمیاد که یه چیز مثلا که همه چی تو بهینه کار بکنه، نمیدونم موتور احتراقی کمترین مصرفش رو بکنه، موتور الکتریکی بهترین پرفورمنسش رو بده تو در واقع افیشنسی مپ خودش و اینها رو از ذهن‌های مثلا فرض بکنید ژاپنی ها برمیاد. حالا من بابا در واقع حالا شوخی در واقع عرض کردم، اما خب میخوام از این جنبه بگم که این سطح تکنولوژی بالایی اگر بخوام مثلا در واقع سری موازی فول هیبرید بدیم. انتهای چرخه در واقع این خودروهای تمام الکتریکی هستند که دیگه کل قوای محرکه احتراقی کامپلیتلی کامل کنار گذاشته میشه و وظیفه درایو کل خودرو صرفاً با قوای محرکه الکتریکیه. پس ما معقوله که یه پک باتری با ظرفیت بالایی خواهیم داشت، 30 کیلووات ساعت، 40 کیلووات ساعت، 60 کیلووات ساعت، بسته به پلتفرم خودرو. مثلا حتی ما مثلا تسلا 100 کیلووات ساعت هم داره، 80 کیلووات ساعت هم داره، BYD مثلا داره 80 کیلووات ساعت. اینو اعداد بسیار بالایی هم واقعیتش. اگر حالا توی تصویر ببینید این بخش رو مثلا سطح زیرین خود رو کامپلیتلی مثلا اینجا پک باتری کامل سطح پایین خود رو در بر میگیره. یه عرضی هم در واقع همینجا بکنم. تقریبا توی دنیا چون این پک باتری حجیم و بسیار مثلا سنگینیه، پلتفرم خودروهای برقی حالا نیو انرژیشون حتی پلاگینشون با پلتفرم خودروهای احتراقی کامل فرق میکنه. یعنی ما تقریبا توی دنیا نمیگم منسوخ شده اما خیلی محدود شده که ما یه خودروی احتراقی رو کانورت بکنیم به برقی، هم مثلا نسخه احتراقی داشته باشیم هم نسخه برقی داشته باشیم. از میکنم اصلا منسوخ نشده اما خیلی محدود شده. یعنی یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. یعنی شما با اون تارگت های پرفورمنسی که توی یه پلتفرم فول ایوی میتونی برسی، راحت میتونی باتری جانمایی بکنی، در واقع نمیرسی. تصویر سمت
راستی که میبینید پلتفرمی که مثلا برای این خودرو هست، این پلتفرم کاملا پلتفرم فول ای وی است، مثلا اسکیت بورد پلتفرم مثلا بهش معمولا اسم میذارن و میبرن. اما این پلتفرم سمت چپ که میبینید نه، این یه پلتفرم کانورت شده ایه که در واقع توی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این 208 ای ویه. این پلتفرم بیسش پلتفرم در واقع احتراقی بوده و حالا آندربادی و مثلا بقیه قطعات تغییر میکنه برای اینکه بتونه پک باتری توش جا بشه. عرضم اینه که انتهای زنجیره در واقع اون هیبریداسیون و در واقع انرژی و اینها توی در واقع این انتهای انرژی، انتهای در واقع این زنجیره خودروهای تمام الکتریکی هستن که کل درایو خودرو صرفاً با نیروی الکتریکی در واقع موتور الکتریکی تامین میشه. بخش دوم حالا این پرزنتیشن در ارتباط با ساختار قوای محرکه برقی، حالا من مشخصاً میرم توی خودروهای تمام برقی صحبت میکنم، این انتهای زنجیره رو در واقع صرفاً دارم صحبت میکنم چون ما توی جدکا هم بیشتر تمرکزمون توی خودروی تمام برقی بود. بخوام قطعات اصلی در واقع خودروهای برقی رو، قطعات خیلی خیلی اصلیش رو واقعیتش بخوام اسپرم، نمیخوام حالا حذف و اضافه کل خودرو رو اینجا مرور بکنیم. ما چند تا قطعه‌ای داریم که خب باید توی این خودروها استفاده بشه و قطعه‌های با تکنولوژی خاص و حساسیت خاصی هستن. یکیش پک باتریه، حالا به دیتیل در واقع صحبت میکنیم چی هست چی نیست با اینها. یکی دیگه سیستم موتور، درایو، گیربکس، مبدل، شارژر و توزیع کننده توانه که به عنوان یک کامپوننت، یعنی تقریبا میشه گفت یه کامپوننتی به عنوان قوای محرکه برقی به عنوان یک کامپوننت صرفا خریده میشه دیگه، با گیربکس و درایو و نمیدونم موتور اینها جداگونه در واقع فعلا در مارکت فعلی، در شرایط فعلی تکنولوژی ازشون جدا کسی در واقع تامین نمیکنه. بخش بعدی ویکل کنترل یونیته که یه برد الکترونیکیه که تصمیم گیری در سطح کل خودرو با اون در واقع صورت میگیره و یه سری قطعات دیگه مربوط به سیستم مدیریت حرارت هستن، ترمال منیجمنت سیستم هستن، مثل کمپرسور، مثل چیلر، مثل در واقع هیتر که متفاوتن. من تفاوتش رو نسبت به خودروهای احتراقی میگم خدمتتون که چی، حالا تو اسلاید بعدی یه مرور میکنیم همه رو هم. پک باتری خودروهای برقی، حالا توی تصاویری هم که دارید مشاهده میکنید، یه کامپوننت بسیار حجیم، یعنی به لحاظ اینکه بخواید تصور بکنید کل خودرو از جلوی خودرو تا انتهای خودرو، از محل پای در واقع راننده جلو تا زیر صندلی در واقع افراد عقب، کامل آندربادی خودرو پر میشه از پک باتری. پس ما یه مثلا قطعه خواهیم داشت که مثلا طول حدوداً 2 متر، عرض حدوداً مثلا حالا بسته به پلتفرم خودرو 1 متر، 1 متر 20 سانت مثلا، حالا پلتفرم متفاوت و ارتفاع مثلا 12 سانت، 15 سانت، مثلا 17 سانت مثلا ارتفاع داره. وزن بسیار بالایی دارن، وزن بالای 200 کیلوگرم، بسته به ظرفیتی که استفاده میشه توی خودروها و اینها، 200 کیلوگرم، 500 حتی 500 600 کیلوگرم در واقع وزن این پک باتری هاست. یعنی یه قطعه بسیار بسیار سنگین، بسیار بسیار حجیم و با سطوح ایمنی بسیار بالا، یعنی حساسیت ایمنی بسیار بالا، چون این باتری ها، بعضی از نوع باتری ها قابلیت اشتعال دارن. سطح ولتاژ این باتری ها سطح ولتاژ بسیار بالاییه، یعنی ما تا حدود 400 ولت تو خودروهای برقی داریم در واقعشون. معمولا تو خودروهای متداول برقی 400 ولت دارن ولتاژ کاریشون رو حدوداً، که بسیار سطح ولتاژ خطرناکیه، یعنی مثلا به در واقع کاربر بخوره اگه این سطح ولتاژ به یه نفر بخوره، خب
تقریبا میشه گفت طرف با خطر در واقع فوت و اینها مواجه خواهد شد. و بحث های دیگه ای که توی لحاظ در واقع ایمنی داره. لذا استانداردهای این نوع از در واقع این قطعه رو میخوام اسم ببرم به عنوان پک باتری، استانداردهای بسیار سختگیرانه توی سطح خودرو که تو دنیا الان استانداردهای شناخته شده ای داره برای خودروسازها. هر خودروسازی که میخواد دست فرض بکنید به این که تو مارکت چین بخواد استفاده بکنه از خودروی خودش، یا مثلا توی اروپا استفاده بکنه یا تو آمریکا استفاده بکنه، استانداردهای مشخصی، یعنی تست پلن های مشخصی برای طراحی و صحه گذاری در مرحله نهایی صحه گذاری باید این تست پلن ها رو اجرا بکنه و تاییدیه های تست رو در واقع بگیره. هر مثلا اتحادیه با تست‌های خاص خودش رو داره، آمریکا تست‌های خاص خودش داره و حالا مثلا هر کشوری تست‌های خاص خودش رو داره. سلول هایی که استفاده میشه توی خودروها هم از لحاظ ژئومتری متفاوتن، هم از لحاظ خواص شیمیایی داخلش، یعنی قطعاتی که عنصرهای عناصری که توی در واقع سلول استفاده میشه. به لحاظ ژئومتری حالا من توی تصویر پایین میبینید بعضی از سلول های سیلندری هستند، بعضی ها سلول های در واقع کتابی هم پریسماتیک هم، بعضی سلول پوچ هم کیسه‌ای حالا به تعبیری در واقع گذاشته میشن. اینها خب توی سبد در واقع محصول سلول سازهای مختلف وجود داره و حالا بعد هر کسی، هر خودروسازی بسته به ابعاد و اندازه خودش ازش استفاده میکنه، از یه نوع از این سلول ها استفاده میکنه. تو معمولا تو اکثر خودروها بخوایم درصد مثلا بگیم سهم بسیار بسیار بالایی از خودروهای برقی از سلول های پریسماتیک استفاده میکنن. سهم بسیار غالبشون بالای مثلا 60-70% از سلول های پریسماتیک استفاده میکنن، چون هم فرایند در واقع ساخت پک باتری، مونتاژ پک باتری، اسمبلی پک باتری بسیار براشون نسبت به فرآیند ساخت سیستم های در واقع این فرض سلول های سیلندری بسیار آسان تر، درجه سیفتی بالاتری رو هم میدن. اما خب ابعاد نسبت در واقع چگالی انرژیشون به حجمی که دارن پایین تر نسبت به سلول های سیلندری، اما چون ابعاد مکعب مستطیلی دارن و در کنار همدیگه به سهولت قرار میگیرن، چگونه انرژی که تو سطح پک باتری سلول های پریزماتیک میدن کاملا رقابت پذیره با چگونه انرژی که سلول های سیلندری میدن. بدونیم که توی خودرو در واقع توی پک باتری ها، حالا من در ارتباط با فرض بکنم اقلیم ایران صحبت بکنم، چون بعضی از کشورها شاید به خاطر دمای خاص‌ترشون نیازی نداشته باشن سیستم در واقع خنک‌کاری و اینها، اما توی اقلیم ایران با توجه به دمای بالا و دمای پایین هر دو تاش رو ما داریم، سیستم در واقع پک باتری سیستم خنک‌کاری فعال داره. این خنک‌کاری فعال میتونه با آب باشه، سیستم آب باشه که بیاد در واقع سری پلیت هایی برای خنک‌کاری استفاده بشه که کل سلول ها رو در واقع خنک بکنه، و یا میتونه از کویل هایی باشه که در واقع حالا برای گرمایش مثلا از کویل استفاده بکنیم، برای سرمایش فقط از آب استفاده بکنیم، و حالا اون دیگه طراحی ساختار ترمال منیجمنتی که در واقع توی این پک باتری اتفاق میفته. این قطعه به لحاظ طراحی هم نیازمند طراحی بخش‌های مکانیکی، یعنی به لحاظ پکیجینگ باید بارگذاری‌های متعدد سینوس و ارتعاش و نمیدونم رندوم و شوک و بحث کرش و کروش و چیزهای مختلف در واقع سناریوی مختلفی که توی استاندارد ها هست در واقع بتونه تحمل بکنه. پس یه بخش کار طراحی مکانیکی داره، یه بخش کار طراحی ترمال منیجمنتی داره که باید برای هم خنک‌کاری این سلول ها فکر بشه، هم در واقع گرم کردنشون. این سلول هایی که توی در واقع خودروها استفاده میشه تو دماهای پرفورمنسشون تو دماهای محدودی به شما پرفورمنس بهینه رو میده.
لذا سیستم ترمال منیجمنت خودرو باید همیشه سعی بکنه فارغ از دمای خود هوا، یعنی فرض بکنید ambient temperature، بتونه دمای پک باتری رو دمای مطلوب نگه داره. دمای مطلوب حالا استفادهش این که حالا حدوداً 25 درجه است، اما بیش از 45 درجه معمولاً سلول سازها به عنوان نقطه کریتیکال پوینتشونه که خودروساز میگن از اون بالاتر در واقع نباید دمای سلول های ما بره. یعنی سیستم مدیریت حرارت شما باید طوری عمل بکنه که این دما حتما پایین تر از 45 درجه باشه هنگام استفاده. یعنی شما دارید ازش ولتاژ هم در واقع توان هم میکشید. توان کشیدن از باتری ها منجر به گرم شدنشون میشه دیگه. حالا فقط من باب یه مثال زدن، فرض بکنید ما گوشی‌های تلفن همراهمون رو که داریم استفاده میکنیم و یه کار در واقع مثلا سنگین باش میکنیم، مثلا بازی‌های گرافیکی مثلا باش میکنیم که سی پی یو داره مثلا اون کارو بالایی میکنه، خب گوشی داغ میشه. اون گوشی داغ شدن در واقع باتریش داره عملاً داغ میشه. حالا فارغ از اون تراشه الکترونیکیش هم که اثر داره، همون باتریش داره داغ میشه. پس ما وقتی از باتری توان داریم میکشیم باتری داغ میشه و این 45 درجه‌ای که گفتم، حالا میگم یه مقدار بسته به سلول سازا متفاوته، یکی 40 میگه، یکی 50 میگه، یکی 45 میگه. محدوده استفاده‌ای که در سطح در واقع شما تو خودرو میتونید ازش استفاده بکنید، ازش توان بکشید. فارغ از دمای بیرون رو فرض بکنید شما تو تهران مثلا تو تابستون رسیدید به دمای 43 درجه، 42 درجه، 45 درجه مثلا دمای محیطتونه، باید حتما دمای پک باتریتون رو بیارید پایین. اینها مدیریت انرژی بالایی میخواد دیگه، یعنی طراحی سیستم ترمال منیجمنت طراحی هوشمندانه ای رو میطلبه. بخش بعدی یعنی دانش بعدی که تو این حوزه در واقع دخیل میشه پاور الکترونیکه. یعنی ما چون با ولتاژهای بالا داریم کار میکنیم، پاور الکترونیک و اینها هم دخیل میشه، دانش پاور الکترونیک دخیل میشه و همچنین دانش الکترونیک دخیل میشه که ما یه بورد الکترونیکی داریم که تحت عنوان باتری منیجمنت سیستم یا باتری ترمال منیجمنت سیستم BMS یا BTMS در واقع ازش اسم برده میشه که وظیفه مانیتورینگ و تصمیم گیری در سطح پک باتری رو داره که من با چه شرایطی اجازه شارژ و دشارژ رو بدم و مدیریت‌های مختلفی که به لحاظ خنک‌کاری، گرم کردن، سناریوهای مختلف در واقع داره. من برای گرم کردن عرض بکنم این باتری ها توی دماهای منفی هم محدودیت داره، یعنی دمای پایین هم محدودیت داره. یعنی فرض بکنید دمای مثال حالا سلول ها متفاوتن، فرض بکنید مثلا سلول ساز میگه دمای منفی 10 درجه اصلا نباید سلول من رو ببرید، یا توی دمای منفی 10 درجه من با نرخ خیلی پایینی میتونم شارژ بشم و دشارژ بشم. یعنی فرض بکنید شما اگر مثلا پک باتریتون رو بردید توی فرض بکنید توی شهری بودید دما منفی 15 درجه شد و مثلا تو پارکینگ دو شب ماشینتون موند، پک باتری برسه به دمای منفی 15 درجه، نمیشه ماشین رو بلافاصله فرض بکنید روشن بکنید و گاز بدید مثلا با 100 کیلومتر در ساعت هم برید. اصلا باتری اون توان ظرفیت دادن به شما رو نداره، نمیتونه به شما انرژی بده. لذا شما توی سناریوهای ناچاری اصلا باتری رو گرم میکنید. شاید حتی خودروساز تصمیم بگیره توی سطح در واقع فانکشن عملکردی سطح خودرو فارغ از اینکه خودرو روشن هست یا خاموشه، اصلا تو پارکینگ اصلا خاموشه. شاید خودروساز، حالا اینا متفاوته، اون فانکشنایی که خودروسازهای مختلف در خودشون تعریف میکنن، تصمیمش این باشه که من الان باید پک باتریم رو مثلا توی هوای خیلی سردی قرار گرفته، من مثلا سیستم گرمایش پک باتریم رو آن میکنم و پک باتریم رو گرم میکنم. مثلا اجازه نمیدم بره به دمای منفی 7 درجه به پایین، منفی 10 درجه به پایین و همچنین تو دمای بالا. یعنی این فانکشن ها وجود داره تو بعضی از خودروسازی ها هست، بعضی از خودروسازی ها والا نیست ها، چون بسته به شرایط عملکردی هم هست. یعنی فرض بکنید مثلا تو مارکت چین نه دماها خیلی سرده نه دماها خیلی گرمه، اونها اصلا نیاز به این فانکشن هایی ندارن. اما مثلا فرض بکنید تو کانادا خب شما ناچارید از این فانکشن ها بذارید و استفاده بکنید.
تفاوت‌ها به لحاظ ژئومتری رو که عرض کردم، به لحاظ شیمیایی باتری ها هم باتری ها میتونن در واقع ساختار شیمیایی، عناصر شیمیایی متفاوتی داشته باشن. بعضی از باتری های در واقع بهش میگن LFP، لیتیوم فسفات در واقع هستن، آیرون هستن. بعضی ها خودروهای در واقع باتری های NMC هستن، نیکل، منگنز، مثلا کوبالت هستن، NCA هستن، نیکل، کوبالت، آلومینیوم هستن و مثلا این شیمیایی های باتری ها متفاوت. هر کدومشون هم یه مزایا و یه معایبی دارن و نمیشه مثلا گفت الان ترند دنیا همه تو همه کشورها مثلا دارن نوع فلان استفاده میکنن، مثلا نوع مثلا NMC رو دارن استفاده میکنن و مثلا بنچمارک میگه NMC بریم NMC مثلا استفاده. نه، بسته به شرایط کشور و چیزهای مختلف، هر کسی، هر خودروسازی اون کاربری خودش در واقع باتری مد نظر خودشون میگیره. هر کدومشون هم عرض میکنم ویژگی‌های خاص خودشون، مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. به شکل کلی مثلا باتری های با شیمیایی مثلا NMC چگالی انرژی بیشتری دارن، یعنی میزان وات ساعت به کیلوگرم وات ساعت همچنین به در واقع والیوم، به حجمشون نسبت به باتری های LFP بیشتر. اما مثلا باتری های NMC اشتعال پذیرترن، معمولا مثلا LFP ها اشتعال پذیر نیستن و یا مثلا LFP ها در مقابل دمای مثلا بالا مقاومترن، رفتار بهتری دارن، میتونن سیریت های راحت تری رو به شما بدن. اینها مثلا دیگه سری تفاوت های وجود داره به لحاظ سیفتی در واقع و به شیمیایی در واقع باتری ها هم مربوط میشه. یه نکته در واقع سطح تکنولوژی و توانمندی در واقع طراحی و تأمین در واقع اینها هم من یه مرور بکنم. ما در شرایط فعلی سلول سازی در داخل کشور نداریم که بتونه سلول باتری برای خودروهای برقی تولید بکنه، چه خودروهای برقی، چه خودروهای هیبرید، چه خودروهای فول هیبرید و غیره. ما فعلا در داخل کشور سلول سازی که سلول موجود داشته باشه، یعنی بشه ازش مثلا فرض بکنید سلول خرید، فعلا نداریم. این یه مثلا در واقع یه به عنوان یه نکته فقط در نظر بگیریم. فارغ از بحث سلول، مابقی در واقع ساختارش، یعنی طراحی و ساخت در واقع پک باتری به سطح تکنولوژی و ادوات خاص و یا دانش خاصی در واقع نمیخواد که ما مثلا به اون ادوات اصلا امکان ناپذیر باشه بهش دسترسی داشته باشیم یا قیمت‌های بسیار بسیار عجیب و غریب داشته باشه، یا دانش بسیار بسیار مثلا پیچیده‌ای داشته باشه که اصلا نشه مثلا فرض بکنید در ظرف مثلا یه سال مثلا یه سال و نیم بهش رسید به اون دانش طراحی. پس غیر از سلول که الان ما اصلا سلول ساز نداریم، طراحی و ساخت بقیه‌اش امکان پذیره. منوط به سرمایه گذاری. ما همچنان در داخل کشور کسی رو نداریم که پک باتری خودروهای EV، نمیدونم فول EV، نمیدونم پلاگین هیبرید و اینها رو بزنه. مشتری هم نبوده دیگه، یعنی طبیعیه کسی اصلا بازاری نباشه و هیچ سرمایه گذاری هم نمیاد سمتشون. اما اینکه قابلیت ساخت در داخل داره، بله قابلیت ساخت در داخل داره، غیر سلولش، یعنی سلول سرمایه گذاری قابل توجهی رو. کامپوننت بعدی که در واقع باید بررسی بکنیم سیستم محرکه، قوای محرکه است. یعنی ما توی خودروهای برقی در شرایط فعلی مثلا چند سال پیش واقعا متفاوت بود، یعنی همین شاید 4 سال پیش، 3 سال پیش، حتی 2 سال پیش این ساختار یه خورده متفاوت بود با این چیزی که دارم عرض می‌کنم. اما الان تقریبا دارن به این سمت میرن. ترند در واقع خودروسازهای مختلف که دارن توی خودروهای برقی کار میکنن به این سمت میرن که از یک کامپوننت استفاده میکنن، از یک سافتور در واقع تأمین میشه یه قطعه‌ای که هم موتور الکتریکیه، هم کنترل کننده موتور الکتریکی، یعنی درایو الکتریکی داخلشه، و هم گیربکس داره
هم مبدل دی سی دی سی داخلش در واقع گنجونده شده، هم شارژر در واقع آنبورد شارژر در واقع داخلش گذاشته شده و هم کانکتورها و توزیع سیستم توزیع توانش پاور دیستریبیوشن یونیتش در واقع داخلش در واقع گنجونده شده. یعنی این کامپوننت به عنوان یک کامپوننت در واقع توی مارکت دنیا الان از یک ساپلایر تامین میشه. دیگه اینطوری نیست که مثل فرض بکنید مثلا موتور احتراقی رو ما از مثلا موتورساز بخریم، یه شرکتی باشه که موتور الکتریکی میفروشه، میسازه، طراحی میکنه، تامین میکنه. یه شرکتی باشه که کارش مثلا گیربکس تو موتورات توی خودروی احتراقی اینه دیگه، من گیربکس رو از یه نفر دیگه میخرم که اساسا دانشش ساخت و طراحی گیربکس و خودروساز جدا میخره، گیربکس رو جدا میخره، موتور رو جدا میخره و اون ECU رو هم جدا میخره. یعنی مثلا فرض بکنید ECU مثلا مال شرکت بوشه، موتور مال یه شرکت دیگه از، گیربکس مثلا مال لانداییه مثلا. توی خودروی احتراقی اینجوری. اما توی خودروهای برقی در شرایط فعلی، یعنی الان که داریم ما صحبت میکنیم و ترندی که فعلا داره پیش میره، یه مجموعه یک پارچه‌ای رو در واقع معمولا خودروساز از یک ساپلایر میخره. حالا اینکه اون ساپلایر تمام قطعاتش رو خودش میسازه و مثلا طراحی میکنه یه بحث دیگه ایه که بعضیا تمامشون رو خودشون طراحی و ساخت میکنن، یعنی از چرخنده های گیربکس گرفته تا پی سی بی در واقع بردهای الکترونیکیشون رو تا قالب‌های در واقع پوسته های موتور گیربکس و نمیدونم سیمپیچی استاتور و روتور اینها رو کاملا خودشون انجام میدن. بعضی ها نه این کارو نمیکنن، مثلا اینترفیس تعریف میکنه با مثلا گیربکس ساز، گیربکس رو تحلیل میگیره، یعنی اوورال دیزاین میکنه، دیتیل دیزاین با گیربکس، یه نفری که داره مثلا تخصصی گیربکس تولید میکنه، گیربکس رو میگیره توی کارخانه خودش تجمیع میکنه، مثلا خودش یه بخش توان طراحی و تولید رو داره، بقیه رو در واقع داره اسمبل میکنه. اما یک ساپلایر در مواجهه با خودروساز هست، در شرایط فعلی یک ساپلایر در مواجهه با خودروساز هست. این قطعه‌ایه که وزن کمتر از 100 کیلوگرم رو داره، یعنی وزن توتالی که در واقع توی خودرو داره استفاده میشه. برای خودرو سواری فرض بکنید در سطح مثلا تارا، دنا، مثلا ریرا اگر برقی بشه اینها دارن عرض میکنه، یه موتوری استفاده میشه که کمتر از 100 کیلوگرم وزن داره، بسته به اون نوع موتوری که هست و اینها این وزن متفاوته دیگه، از حدود 75 کیلوگرم هست تا حدود 90 خورده کیلوگرم. حالا با روغن و با سیستم‌های دیگه شاید این مقداری سنگین‌تر بشه. سیستم خنک‌کاری این موتورها سیستم خنک‌کاری فعال، بعضیاشون دارن با آب خنک میکنن، یعنی پوسته رو دارن خنک میکنن و ادوات الکترونیکی دراگ و اینها رو با آب خنک میکنن، زیر در واقع آی جی بی تی ها و خازن ها و چیزهای بورد الکترونیکی رو با آب خنک میکنن. بعضی ها با روغن خنک میکنن، یعنی داخل روتور و استاتور رو کاملا با روغن خنک میکنن و خود روغن میاد با آب خنک میشه. روندهای مختلفیه دیگه، یعنی اپروچ های مختلفیه. این که همشون اکتیو کولینگ دارن، به خاطر اینکه باید توانهای بالایی رو داشته باشن، دورهای بالایی دارن. معمولا دور خروجی موتورها که شاید زیاد خودروساز با اون دور خروجی موتور کاری نداره، چون دور خروجی در واقع گیربکس براش مهمه، اون اوتپوت دیفرانسیل براش مهمه. اما حالا فقط موتور خود موتور الکتریکی رو بخوام تمرکز بکنیم روش، دور در واقع موتورها دور بالایی، مثلا بالای 14000 RPM مثلا معمولا چیزی که حداقل من دیدم توی مارکت و اینها 12500 به بالا، پایین‌تر از اون اصلا ندیدم. 12500 نیست واقعا، 14000 16000 18000 و حتی مثلا 24000 RPM در واقع دارن بعضی از موتورها میچرخن. اینجا دیگه بلورینگ های خاصی داریم دیگه توی این در واقع موتورها. سیستم گیربکسی که در واقع معمولا تو خودروهای برقی استفاده میشه، نه در همه، اما در قاطبه خودروهای در واقع برقی شما یه گیربکسی داری که گیربکس تک سرعت هست که نقش کاهنده و افزایش دهنده در واقع گشت و ور رو داره، کاهنده سرعت و افزایش دهنده گشت و ور. دیگه ما تو خودروهای برقی معمولا هستن مثلا فرض کنید درصد بسیار محدودی، ما اونا رو بذاریم کنار،
ما گیر شیفتینگ نداریم که مثلا فرض بکنیم میخوام گیر بوکس تغییر بزنیم دنده 1 بزنیم دنده 2 مثلا بزنیم دنده 3، نه همه کارها رو خود موتور در واقع انجام میده و شما یه گیر بوکس اونجا دارید که میتونه در واقع سرعت ورودی به خودش رو که سرعت خروجی موتور رو کاهش میده به اون سرعتی برسونه که شما سر چرخ لازم دارید. یه تفاوتیه در واقع توی گیربکس های خودروهای در واقع برقی و خودروهای احتراقی. این گیربکس ها همینجا خب در واقع دقت بکنیم چون ما یه گیربکس صرفاً تک سرعت داریم، خب قاعدتا نسبت به گیربکس هایی که تو خودروهای احتراقی استفاده میکنیم گیربکس های بسیار سبکتر، کوچیکتر و ساده تری تقریبا. یعنی اون مکانیزم شیفتینگ و چیزهای مختلفی که توی گیربکس های در واقع موتورهای احتراقی داریم واقعا اینجا نداریم. تنها پیچیدگیش سرعت ورودی بالاتری که به این گیربکس ها میاد. مثلا ما توی موتورهای احتراقی معمولا ماکس سرعتی که مثلا گیربکس براش طراحی میشه مثلا 6500 7000 RPM. حالا مثلا در شرایط سویر مثلا برای اینکه تو تست ها مثلا به مقدار بالاتری طراحی میکنه طراحی گیربکس ها. اما اینجا میگم ورودی گیربکس سرعت های حدوداً مثلا بالای 14000 RPM. اینجا دیگه فرآیند سنگزنی و فرآیند اون در واقع دقت تلورانس ساخت در واقع چرخنده های مقداری خاص میشه، پیچیده میشه، اما چیزی نیست که اساسا امکان ناپذیر باشه و یا مثلا نشدنی باشه. تکنولوژی خیلی 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 خاصی بخواد، نه اینطوری نیست. من تکنولوژی خود موتورها رو، موتورهای الکتریکی رو هم نسبت به موتورهای احتراقی واقعیتش یه مرور بکنم، حقیقتا طراحی و ساخت یه موتور الکتریکی فرسنگ ها فاصله داره نسبت به طراحی و ساخت یه موتور احتراقی و بسیار ساده تر. یعنی ما اون تلورانس های عجیب و غریبی که توی موتورهای احتراقی داریم، فرض بکنید تعدد قطعاتی که اونجا داریم، با کوچکترین تغییر توی یه تلورانس میزان مصرف سوخت شما تغییر فاحشی خواهد داشت و اینها. با کوچکترین تغییری توی مثلا جرق بزنی اصلا موتور نامیزون کار میکنه و فلان. توی موتور الکتریکی طراحی از صفر تا ساخت و در واقع تست ها اینها واقعا نسبت به موتور احتراقی واقعا ساده تره. یعنی این یه مزیتی حقیقتش تو این سمت که وجود داره. الان ما در حالا شرایط فعلی تو کشور مثل در واقع پک باتری هیچ شرکتی الان نداریم که مثلا هم موتور الکتریکی بتونه بزنه، هم درایو بتونه بزنه، هم گیربکس بزنه، هم نمیدونم پاور الکترونیکش رو بزنه و اینها، و به عنوان فرض بکنید یه تأمین کننده در مقابل خودروساز مثلا بشینه توی اون طرف صندلی بشینه و به عنوان یه ساپلایر باش کار بکنه. الان نداریم در واقع مجموعه ساز رو اصلا نداریم که دانش طراحی هم و ساخت همه رو داشته باشه. اما به شکل تفکیک شده واقعا این قابلیت و این دانش وجود داره، هرچند بازم محصول نداریم. یعنی حتی ما موتور الکتریکی برقی هیچ کدوم از موتورسازهای ما نساختن، بدیهی چون مشتری هم نبوده، یعنی تقاضایی از این سمت نبود، اما این قابلیت رو دارن. یعنی ما فرض بکنید مثلا موتورسازهای داخل کشورمون که چند تا موتورساز بسیار شناخته شده و معروفی هستن، موتور الکتریکی برای با کاربری توی خودروسازی یه تکنولوژی یه دفعه مثلا فرض بکنید 6 لول بالاتر از موتورهایی نیست که الان اینجا داره تو کشور ساخته میشه. نه، مثلا با یه آپگرید کردن در واقع خطوط فعلیشون در صورت وجود در واقع مشتری این سمت مثلا خودروسازی باشه که بخواد از این در واقع قطعات استفاده بکنه، خودرو برقی بخواد بسازه، تأمین کننده داخلی به نظر من با توجه به چیزی که دارم باشون مرتبط هستم، خطوط در واقع خود تولید رو دارم میبینم، سطح تکنولوژی استفاده دارم میکنم رو میبینم، طراحی و ساخت موتور از همین خطوط فعلیشون با اندکی تغییر در واقع آپگرید کردن امکان پذیر. ما در شرایط فعلی خب واقعیتش ما تامین کننده ای نداریم. این به لحاظ خواستم فقط مروری هم بکنم همینجا، هم به لحاظ تکنولوژی امکان ساخت اینها رو مثلا در واقع بگم، هم به لحاظ طراحی رو عرض بکنم خدمتتون که یه مقایسه نسبت به فرض بکنید موتور احتراقی داشته باشیم. واقعا موتور احتراقی طراحیش و ساختش واقعا پیچیدگی خاص خودش رو داره که حالا
همه اونهایی که درگیرش هستن باش آشنا. کامپوننت بعدی که توی خودروهای برقی در واقع استفاده میشه، توی خودروهای برقی بهش میگن ویهیکل کنترل یونیت، VCU در واقع نام میبرن ازش، و این قطعه الکترونیکی نقش تصمیم گیری در سطح خودرو رو بر عهده داره. یعنی این که مثلا فرض بکنید راننده پدال گاز رو که فشار میده، این VCU که تصمیم میگیره که چه دستوری رو برای درایو بفرسته طبق شرایط خودرو، چه دستوری رو برای درایو بفرسته و اجازه بده به موتور که چه توان و چه گشت‌آوری رو بده. این VCU که تصمیم میگیره با توجه به ورودی‌های مختلفی که میگیره. مثلا سطح شارژ باتری رو میگیره، مثلا دمای مثلا محیط رو میگیره، دمای باتری رو میگیره و خیلی چیزهای دیگه، پارامترهای متعدد رو میگیره و طبق فانکشن هایی که داره تعریف شده براش اینها تصمیم میگیره که چه دستوری رو برای کی بفرسته. یه ماژول تصمیم گیر در سطح خودرو، یعنی همون اسمی که الان براش گذاشتن ویهیکل کنترل، داره سطح خودرو در واقع کنترل میکنه. همه داده های ورودی خروجی به سمت در واقع VCU در واقع میاد و VCU دستورات خودش رو میفرسته برای کامپوننت های مختلف. برای مثلا BCM درخواست خودش رو میفرسته که مثلا الان BCM مثلا تصمیم فانکشن های متعددی که توی خود BCM داریم، مثلا بادی کنترل ماژول رو دارم عرض میکنم. توی بادی کنترل ماژول مثلا تصمیمات بادی کنترل ماژول الان با این استیت مثلا اجرا بشه، مثلا بره به سمت MCU، مثلا موتور کنترل یونیت، حالا همون درایو خودرو، حالا دیگه مثلا اون درایو خودرو کار خودش رو بکنه. این با توجه به شرایط مثلا مختلفی که تو خودرو هست، شرایط دمایی، شرایط وزنی و توی خودروساز مثلا در واقع توی خودروهای برقی استفاده میشه. نوشتن ارتباطات بسیار بسیار گسترده‌ای با شبکه برق الکترونیک خودرو داره و با کامپوننت‌های و سایر کامپوننت‌های در واقع در سطح خودرو داره و در سطح خودرو نیازمند کالیبراسیونه. یعنی باید هر خودرویی که برقی که در واقع توسعه داده میشه با سایر قطعات در واقع خودرو، با توجه به دینامیک خودرو، رفتار خودرو و چیزهای خودرو متفاوت، باید این کامپوننت کالیبره بشه که بشه خودروی برقی به اون پرفورمنس های مد نظر خودش، مثلا پیمایش مد نظر خودش، به اون تاپ اسپید خودش، تاپ در واقع گشتاور ماکس خودش که مد نظرش هست برسونه. من یه مقدار این کامپوننت ها رو دیگه سریع‌تر هم برم که برسم به اون بحث آخر در واقع که فکر می‌کنم بحث مهمی هم هست. قطعات بعدی که به شکل میجر در واقع توی خودروهای برقی وجود داره و متفاوتن با خودروهای در واقع احتراقی، سیستم های ترمال منیجمنت هم، یعنی کمپرسور، چیلر، هیتر. ما توی خودروهای احتراقی میدونید که فرض بکنید ما یک کمپرسور داریم که توانش رو داره از موتور احتراقی میگیره. موتور احتراقی همواره توی در واقع مسیر در واقع تأمین گشت‌آور هست. وقتی درخواست آن شدن در واقع کمپرسور بره، در واقع کلاچ میاد درگیر میشه، کلاچ کمپرسور مکانیکی خودرو میاد درگیر میشه و کمپرسور خودرو آن میشه. توی خودروهای احتراقی ما قابلیت کنترل دور کمپرسور رو نداریم که بتونیم فرض بکنیم مثلا دور کمپرسور رو کالا کنترل بکنیم که بتونیم به یه استفاده بهینه‌ای در سطح خودرو برسیم. ما فرض بکنیم مثلا دمای هوا مثلا گرمه، ما الان می‌خوایم کولر بگیم، تو خودروهای احتراقی خب ما دستور در واقع آن شدن کمپرسور رو میفرستیم، ECU کلاچ رو بس میکنه، کمپرسور شروع میکنه با ظرفیت بالا، با توجه دستوری بالا از سمت BCM میاد مثلا روشن میشه، شروع میکنه به کار کردن. اون طرف سیستم مدیریت در واقع حرارت ما میاد دمای مطلوب خودش رو با باز و بسته کردن میزان یه مقداری از دریچه هوای گرمی که از سمت موتور میاد تنظیم میکنه که بتونه به اون دمای مد نظر شما در سطح خودرو برسه. یعنی یه جا ما کمپرسوری داریم که داره فرض بکنید با فول ظرفیت داره دمای 100 برای ما تامین میکنه، یه جا هم برای اینکه داره میرسونه مثلا به دمای 4 درجه 5 درجه.
اون طرف دریچه در واقع چیز رو ما روشن میکنه، باز میکنه سیستم در واقع مدیریت حرارت که هوای گرم بیاد که بتونه توی خودرو رو مثلا برسونه به دمای مثلا 18 درجه‌ای که شما تنظیم کرده. خب بدیهیه که اینجا چیز داره دیگه، در واقع شما یه استفاده بهینه انرژی نمی‌کنی، به جای اینکه مثلا کمپرسور رو تو دور مناسب بیاری، فقط کمپرسور آن و آف می‌کنی، مثلا اون دمای ورودی تو رو دست می‌زنی. توی خودروهای برقی خب ما موتور که نداریم که همیشه، توی موتور احتراقی نداریم که در واقع بخوایم از اون استفاده کنیم، یه کمپرسور ولتاژ بالا میذارن که مستقیما از پک در واقع باتری تامین میشه، میزان تقاومش یعنی اون ولتاژ 400 ولت اینها کار میکنه و قابلیت تنظیم دور داره. جهت تقریب در واقع مثلا ذهن شما، این کمپرسور شبیه در واقع بسیار 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 شبیه کمپرسور کولرهای گازیه و میشه گفت شبیه کولرهای گازی اینورتر داره که تنظیم دور دارن، نه این کولرهای گازی مثلا نسل قدیم که فقط آن و آف میشدن. و این اینورتر داره که کاملا تنظیم دور میشه. حالا میگم خیلی خیلی شبیه اونه دیگه، حالا اینکه یه تفاوتایی داره حالا دیگه ما زیاد مطرح نمی‌کنیم. از این کمپرسور هم برای خنک‌کاری کابین استفاده میشه، هم برای خنک‌کاری ادوات در واقع سایر ادوات قوه محرکه برقی، یعنی مخصوصا پک باتری ازش استفاده میشه. برای سیستم در واقع درایو و موتور و اینها که از خود در واقع سیستم رادیاتور و اینها استفاده میشه برای خنک‌کاری. چیلر باتری هم حالا همچنین به خاطر ما توی خودروهای احتراقی همواره موتور هست و همواره دمای گرم وجود داره. توی اکثر خودروهای احتراقی غیر اون خودروهای لاکچری که خودشون مثلا PTC هیتر میذارن به خاطر بحث اینکه زودتر به گرما برسن، اونها تو همون خودروهای احتراقی که فرض بکنیم تو داخل کشور داره تولید میشه ما اصلا PTC هیتر نداریم. کلا مثلا فرض بکنیم چیز داریم اسمش از موتور احتراقی در واقع گرما رو داریم تامین میکنه. اما توی خودروهای در واقع الکتریکی ما گرمکن‌هایی داریم که باز هم اینها های ولتاژن، یعنی میاد مستقیما از پک باتری داره تنظیم میشه و در مواقعی که ما توی کابین بخوایم گرما داشته باشیم اینها در واقع آن میشن و دمش هوا میاد داخل کابین اینها و اگر بخوایم حتی داخل در واقع پک باتری رو بخوایم گرم کنیم که لازم داریم، از سیستم در واقع از این از گرمکن‌ها استفاده می‌کنیم و حالا مثلا مبدل‌های الکتریکی و مثلا چیلرها. این کلیت در واقع تفاوت‌هایی که تو قطعات اصلی ما، تعدد قطعاتی که مثلا تو خودروهای برقی استفاده میشه و متفاوتاً زیاده، مثلا سنسورهای مختلفی رو استفاده می‌کنم، من دیگه اونها رو واقعیتش مرور نکردم. بحث انتهایی که حالا به نظر مفید یه مقداری با هم دیگه بررسی بکنیم، بحث ترند خودروهای در واقع برقیه که بحث خیلی به نظرم به روز و مناسبیه که مثلا در واقع در باش صحبت بکنیم. این نمودار سمت چپ، حالا من بزرگترش بکنم شاید بهتر بشه، این در واقع از اوتلوک بلومبرگ در واقع گرفتیم که سال 2023 در واقع ریلیز شده. 2024 رو هنوز من نگرفتم دیتا رو داشته باشم. این دیتای آفیشیالی که اوتلوک بلومبرگ به عنوان یکی از معتبرترین مؤسسات در واقع آینده پژوهی و بررسی در واقع شرایط خیلی تو حوزه‌های مختلف در واقع شناخته میشه تو دنیا، این روند تولید خودروهای مختلفه. اینترنال کامباشن در واقع خودروها هستن، خودروهای فول هایبرید هستن تو این کاتگوری، پلاگین هایبرید ها و باتری الکتریک در واقع خودروها هستن که تا 2022ش دیتای ریل، یعنی حاصل از دیتای واقعی که از مارکت و در واقع جای مختلف گرفته. 2025 به بعدش استیمیت، یعنی با توجه به شرایط قبلی داره استیمیت می‌کنه. یه نگاهی به روند تولید خودروهای برقی اینه که ما توی در واقع ترند تولید خودروهای برقی یه ترند بسیار 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 با شتاب بسیار بالایی داریم میریم.
توی خودروهای برقی که حالا این رنگ در آبی پایین رنگ رو داریم می‌بینیم با یه ریت بسیار بالایی داریم می‌بینیم و به همین نسبت با یه ریت پایینتری تولید خودروهای احتراقی داره کم میشه و تولید خودروهای فول هیبرید هم تقریبا ثابت میمونه بعد از یه مدتی کم میشه. اینها برای اون کسایی که حالا میخوان تو سطح خودروسازی تو جای مختلف استراتژی بچینن و اینها داده‌های بسیار به نظر با اهمیتیه واقعیتش. ببینیم که ما دنیا داره به چه سمتی حرکت میکنه، سطح تکنولوژی به کدوم سمت رو. نمودار بعدی در واقع این سهم فروش خودروهای برقی به تفکیک کشورهای مختلف تو سالهای مختلفه. مثلا این رنگ‌هایی که داریم می‌بینیم، مثلا قرمز مثلا چینه، بعدش مثلا اتحادیه اروپا، بعدش در واقع آمریکا، ژاپن و مثلا کانادا و مثلا تو سالهای مختلف دارن در واقع چیزشون رو میگن، این سهم تولیدشون از کل مارکت رو دارن در واقع میگن، کل تولید خودشون رو دارن میگن. حالا این میگم نمودار رنگاش مختلف تو سالهای مختلف هم دارن، داره گزارش میشه 2026 استیمیت دیگه، یعنی مثلا بودن 2 سال دیگه. نکته مهمش به نظر من واقعیتش اینه که این رنگ سبز رنگه رست آف د ورلد، یعنی مثلا فارغ از اروپا و آمریکا و نمیدونم کره و ژاپن و کانادا و مثلا بحثا، رست آف د ورلد یعنی مثلا سایر کشورهایی که اوریج دیگه، یعنی اوریج سایر کشورها داره مطرح میکنه، تقریبا میگه که تو سال 2026 باید طرف حدوداً 5% مثلا داره کمتر مثلا 4% تولیدات خودش رو تخصیص بده به خودروهای برقی. این هم فقط فول برقی خودروست، یعنی پلاگین هیبرید و اینها نیست. این اعداد یه مقدار میگم حالا ترندهای دنیا رو فقط خواستم مثلا این مقدار مرور بکنیم که ترند دنیا داره به چه سمتی در واقع حرکت میکنه. این ترندها به نظرم مثلا نشون میده به ما که ما یه دوره تحولی رو به نظر داریم میریم سمتش. اینکه هیچ کاری در واقع خودروسازیامون به سمت در واقع برقی کردن نریم مطمئنا اشتباهه. اینکه یه دفعه هم با یه ریت بسیار بسیار بالایی بخوایم بریم و اینها مثلا یه دفعه بگیم میخوایم مثلا 50% تولیدات خودروساز رو مثلا خودروهای برقی اختصاص بدیم، ما مثلا مشکل بنزین الان خوردیم، مشکل نمیدونم آلودگی هوا خوردیم و مثلا از این بحثا، اینها اشتباه بسیار بسیار خیلی فاحشیه. یعنی مثلا باید واقعا یه مقداری عالمانه، نه با اینکه بخوابیم هیچ کاری نکنیم و نه اینکه مثلا ملتهب شیم مثلا یه کار هیجانی بکنیم. این داده‌هایی که به ما کمک میکنه که در واقع اون کسی که میخوان تصمیم بگیرن به نظرم کمک میکنه. حالا ما به اون کسایی که به عنوان نفر فنی خودمون هم بدونیم اینها رو به نظرم برامون مفیده. دیتای بعدی معطوف به خودروسازهاست. حالا صفحه قبل اگه دقت بکنید می‌بینید که این چین تقریبا نمودار رو، بخش اعظمی از نمودار رو به خودش در واقع تخصیص داده، اما که خیلی هم میگن آقا این روند برقی سازی رو واقعا چین اصلا داره پیش میبره. اما واقعیت اینه که تو این نمودار می‌بینید مثلا چین رو هم جدا بکنیم، بقیه در واقع که دنیا هم دارن به سمتش میرن و بعد خودروسازهای متعدد دنیا دارن به سمتش میرن. یعنی مثلا صرفا این روند خود در واقع حرکت به سمت خودروهای برقی مثلا معطوف صرفا به BYD و تسلا و اینها نیست. فولکس واگن هم داره میره، رنو هم داره میره، جی ام هم داره میره، هیوندای داره میره. حالا درسته مثلا تویوتا نرفته، چون مثلا تویوتا استراتژیش اصلا یه استراتژی دیگه‌ایه. حالا استراتژی خودروساز رو بخونید جالبه، مثلا تویوتا اعتقادی به مثلا اینکه آقا فول ایوی باید با ریت بالا برن نداره. صراحتاً توی تمام مثلا استراتژی‌های 5 سالش و اینها گفته. یعنی شما سرچ بکنید استراتژی در واقع تویوتا رو پیدا بکنید، مثلا تویوتا با اعتقادش اونه. اما خب مثلا هیوندای نه، بی ام دبلیو نه، نمیدونم مرسدس بنز نه، فولکس واگن نه. من چینی‌ها رو مثلا، چون چین واقعا به شکل عجیب و غریب خودروسازیش واقعا رفت مثلا خودروهای برقی و حالا هیبرید و مثلا رنج اکستندد، همین مثلا سایر خودروسازها رو دارن مثال میزنن. این درصدهای کمی هم نیست. مثلا فولکس واگن مثلا این فکر کنم مال داده سال 2023 اگه اشتباه یا 2022 فکر کنم 2023 839,000 تا خودروی مثلا برقی و پلاگین هیبرید و اینها تولید کرده. اگر اشتباه نکنم فولکس واگن حدوداً 5 میلیون خودرو مثلا تو اون سال تولید کرده و اینها. یعنی درصد کمی نیست، مثلا به درصد 50% نیست، اما
بالای 15-20%، 15% بیش از این حد رو مثلا تخصیص میده چیزاشون اونها. و اینکه ما تو سرد در واقع خودروسازی خودمون اصلا هیچی رو نداشته باشیم، حالا به این توجیه که توجیه خیلی چیزی هم نیست، مثلا اوتا در واقع اوردری هم نیست که آقا ما بنزینمون خیلی ارزونه، سوخت خیلی ارزونه، مثلا چرا اصلا بسمت این بریم. این توجیه درسته ها، یعنی کاملا درسته ها. میگن از اون سمت کسای دیگه میگن آقا نمیدونم ما اگر بنزین رو ببریم بالا مگه ما به ازای کسی داره مثلا بخواد فضای موقع تخم مرغی واقعیت شده توی تصمیم گیری مثلا حرکت مثلا تو خودروهای برقی. چالش بعدی که در واقع تو خودروهای برقی وجود داره بحث قیمتی خودروهای برقی. همه میدونید که خودروهای برقی در شرایط فعلی هم تو کشور ما هم تو تمام دنیا، توی چین هم که به عنوان مهد خودروهای برقیه، قیمت خودروهای برقی بیشتر. اما این ترندی که داره اتفاق میفته، یعنی مثلا کاهش قیمتی که مثلا توی پک باتری داره اتفاق میفته، کاهش قیمتی که توی زنجیره قوای محرکه برقی داره اتفاق میفته، به حدی واقعیت شدید بوده تو این چند سال اخیر و حتی تو همین یکی دو سال اخیر، یعنی تو همین یکی دو سال اخیر که ما درگیر بودیم تو بحث‌های قیمتی و اینها، به حدی واقعا محسوس بوده که پیشبینی‌ها داره پیشبینی میکنه که ظرف چند سال آینده مثلا 2026 2027 2028 تو تمام سگمنت های خودرویی، حالا من SUV رو آوردم سگمنت B و C و D، تو تمام سگمنت های خودرویی مثلا فرض بکنید حتی توی مثلا ون، حتی توی سدان، توی حالا مقدارها مختلفه، تو تمام سگمنت های خودرویی خودروهای BEV میرسن به خودروهای در واقع آیس. این خیلی چیز در واقع مهم و عجیب و غریبیه. البته این مثلا دیگه وحی منزل هم نیست که مثلا بگیم حتما اتفاق میفته، اما خب به عنوان یه پیشبینی از یه در واقع نه تنها بلومبرگ بلکه IHS هم همین رو داره میگه اینها که این ترند اتفاق میفته. ما مثلا سال قبل رو یه دو چک بکنیم، مثلا توی پک باتری شما سال 2013 تقریبا قیمت پک باتری اوریجی که در واقع گرفته شده تو خودروسازهای مختلف، تو خودروهای مختلف پلاگین هیبرید و برقی، $700 بالای $700 پر کیلووات ساعت بوده. عدد خیلی خیلی بالایی. شما در نظر بگیرید فرض کنید 50 کیلووات ساعت می‌خواستید بذارید ضرب در $700 بکنید، عدد عجیب و غریبی رو فقط برای پک باتری میده. مثلا $35,000 برای پک باتری میده. اما الان اوریج مثلا استیمیت اینه که ما تو سال فرض بکنیم چون مال 2022 به بعدش استیمیت مثلا الان تو 2025 ما باید کل پک باتری ظرف در واقع به $120 برسه حدودا، که الان این عدد رسیده. یعنی ما تو 2024 همین عدد حتی پایین‌تر هم اومده توی پک باتری خودروهای برقی، از این عدد اومدیم پایین‌تر. یعنی ما این کاهش در واقع قیمتی به شدت شدیده. لذا اون ملاحظه‌ای که در واقع ما تو بحث قیمتی هم داریم، نمیگم اصلا باید بازم تاکید میکنم بیگودار نباید جواب زد و اینها، اما اونقدرها نسبت به 5 سال پیش و 3 سال پیش و مثلا 10 سال پیش اختلاف قیمت‌های خیلی خیلی بالایی نیست. اینها در واقع به ما نشون میدن که حالا به زعم من به عنوان نفر در واقع فنی که حالا تو این حوزه داره کار میکنه و با تیم خوب در واقع داریم همکاری میکنیم با هم دیگه، اینه که تکرار میکنم نه ما تو در واقع حرکت به سمت خودروهای برقی نباید مثلا تو این خواب در واقع تو این تصور بخوابیم که خب بنزین ارزونه، گازوئیل ارزونه، سوخت ما ارزون داریم، مثلا کسی اصلا نمیخره، خودرو گرونه، مثلا چرا باید اصلا به سمتش بریم و اینها. با تمام این چیزایی که این استدلال ها درستن، اما اصلا نباید مثلا که بگیم کلا توسعه خودروها رو و حتی تولید این خودروها، تاکید دارم رو تولید خودروها، این نوع از خودروها مثلا کلا بذاریم کنار، بسکت بذاریم کنار توی خودروسازی فعلی خودمون، و نه یه دفعه مثلا در واقع قراره بشیم و مثلا در واقع هیجانی بشیم بگیم الان چین 60% خودروهای برقی رو تولید میکنه، بیش از 50% ظرفیت تولیدش به خودروهای برقی اختصاص داده شده. ما یه دفعه بگیم آقا من در از 5 سال مثلا میخوام به اون سمت برم، واقعا اینجوری نمیشه. یعنی باید یه مقداری در واقع
با یه درایتی به انسان حرکت کرد، چون بقیه شبکه هم باید بیاد دیگه، یعنی زیرساخت باید بیاد، تامین انرژی گرین شما باید بیاد و تکنولوژی در واقع تولید داخلتون باید بیاد که بتونید در واقع مطمئن به انسان حرکت کنید. من تشکر میکنم از همه دوستانی که بودن، عذرخواهی میکنم اگر خیلی طولانی شد مباحث بنده، انشالله که امیدوارم بحث‌های خوبی رو در واقع تونسته باشم ارائه بکنم خدمتتون.